سلام، امروز اومدم تا یه بازی کاملا ایرانی رو بهتون معرفی کنم. یکی از تنها ترین، اگر نگیم تنها بازی مخصوص 3 سال به بالا، ولی یکی از تنها ترین بازی های مخصوص این رده سنی دهکده کوتوله ها، کاری از گروه میدیا ماجیک که طراح این بازی، ایده پرداز و طراح بازی خانم کوثر آراسته است، تصویرسازش خانم کیمیا ظهوریانه و طراح گرافیکش هم مجتبی میرزایی. اول از همه چیزی که خیلی جلب توجه میکنه آرت بازیه که پر از رنگ، خود باکس پشتش که توضیحات بازیه، دهکده کوتوله ها، یه جنگل پر از عشق و محبت. ببینید توش چی داره. دفترچه راهنمای بازی، کوتوله های بازی، چقدر کوتوله های با نمک، 10 تا کوتوله داره که 3 تاشو گذاشتن واسه خود بچه رنگ کنه. این کوتوله هاست، خیلی هم خوب در اومده، خیلی هم قشنگ و زیباست، واقعا هیچ لبه تیزی هم نداره و پایه نگهدارنده این کوتوله ها اینا واسه اینه که اینجوری میره داخلش و روی صفحه بازی حرکت میکنه. هر کدوم از این کوتوله ها خونه خودشونو دارن. این صفحه ها خونه کوتوله است. مثلا این مال این نارنجی است، کوتوله نارنجی. حالا علاوه بر خونهشون هر کدوم هم داستان زندگی و سناریوی خودشونو دارن. این خیلی کمک میکنه به اینکه قوه تخیل و داستان پردازی بچه ها رشد کنه. این داستان ها رو که میخونن و حالا تو جریان بازی بهتون توضیح میدم که چه اتفاقی میفته براشون. هر کدوم از اینا خونه خودشونو دارن. این مثلا خونه مامان بزرگ است، اینا چینده میشه. بازی هم از 1 تا 10 نفر است، یعنی خود کودک به تنهایی هم میتونه بازیش کنه. و این از این توی این خونه ها 3 تا خونه سفید رنگ برای این کوتوله سفیداست که به خود کودک اجازه رو میده که تصویرسازی ذهنیش رو روی این خونه پیاده کنه، رنگ‌آمیزی کنه خودش. حالا هر مدل، هر شخصیت پردازی که خودش برای این کوتوله ها داره رو رو خونهشون هم پیاده کنه و پشتش یه داستان هم راجع به زندگی اونها بنویسه، همونجور که حالا نمونهش توی بقیه خونه ها هستش. توی خود دفترچه راهنمای بازی یه داستان نوشته شده که کمک میکنه به مادر، پدر یا هر کسی که میخواد با کودک بازی کنه تا سناریوی بازی رو جلو ببره. حتی خود کودک هم میتونه با تخیلش و اینجور چیزا سناریو رو جلو ببره. این بازی گفتم بهتون کمک میکنه خیلی ساده جمع و تفریق و کودک یاد بگیره و رنگ ها رو بشناسه. مثلا ما میگیم که کوتوله نارنجی تو خونه خودشه، میخواد بره پیش مامان بزرگ یک سر بهش بزنه. الان چند نفر تو خونه زردن؟ مثلا تو پیش مامان بزرگن 1 به اضافه 1 میشه 2 نفر. یه نمونه از این داستانا رو با هم دیگه داشته باشیم. مثلا کوتوله بنفشه، پسر خلاق و مهربونه، عاشق کاردستی درست کردنه، همیشه با کمک مامان و باباش کلی کاردستی خوشگل درست میکنه. به نظرم اون میتونه مخترع خوبی باشه. این نمونه هایی که هستش و واسه این داستان هایی که خود کودک قرار بنویسه میتونه الگو قرار بدین و هر کدوم از اینا گفتم داستان منحصر به فرد خودش رو داره. پیشنهاد من اینه که این بازی رو توی تعداد بالا انجام بدیم. بچه ها با دوستاشون، حالا تو مهد یا تو خونه هر جا که بودن، با تعداد بالا خیلی کمک میکنه به این ارتباط گرفتنه و اینکه بچه ها چجوری اون ذهنیتشون رو پرورش بدن. تو خونه همدیگه میرن، خودشون رو میتونن جای این کوتوله ها بذارن و حسابی تجربه خوب و قشنگی رو به دست بیارن. و اینکه بسیار بازی جذاب و خوشگلی از کار در اومده. خونه ها خیلی قشنگ در اومده، رنگای خیلی جذابی داره و کودک همونجور که بهتون گفتم علاوه بر اینکه با رنگ ها آشنا میشه، با جمع و تفریق آشنا میشه، توی ذهنش میتونه ارتباط بگیره با شخصیت های مختلف و یه جورایی ببینید توی این بازی سعی شده از سنهای مختلف کاراکتر داشته باشه. برای همین کودک میتونه یک آمادگی ذهنی، یک تصویر ذهنی، یک تمرین ذهنی
داشته باشه، حالا با کمک مامانش، مربی مهدش یا هر کسی که باهاش بازی میکنه. امیدوارم که شما اینو تهیه کنید و لذت کافی رو ازش ببرید. حتما به پیجمون، به صفحه اینستاگراممون، به سایتمون اینها مراجعه کنین، بازی دیگه‌مون هم ببینین. و اینکه چیزی که همیشه باید تو ذهنتون باشه اینه که زندگیتون رو فکر شده بازی کنین. و تا یه معرفی بازی دیگه، خدا نگهدار.